می‌بازد. هر اختراعی قدرتمندان را قوی‌تر می‌کند و ضعیفان را ضعیف‌تر. هر روال ماشینی جای انسان‌ها را می‌گیرد و به ترس و وحشت از جنگ دامن می‌زند. خدا که روزگاری تسلی خاطر زندگی‌های مختصرمان بود و پناهگاه ما در رنج‌ها و مصائبمان، ظاهراً از صحنه ناپدید شده است. هیچ تلسکوپی، هیچ میکروسکوپی او را کشف نمی‌کند. زندگی در آن چشمانداز فراگیری که فلسفه نام دارد، تکثیر نامنظم حشرات انسانی بر روی زمین است. بیماری عظیمی است که باید زود چاره‌ای برایش اندیشید. در این چشمانداز هیچ چیز جز شکست و مرگ قطعی نیست و زندگی خوابی است که انگار بیداری در پی ندارد. ناگزیر به این نتیجه می‌رسیم که بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر کشف حقیقت بود. کشف حقیقت ما را آزاد نکرد مگر از پندارهایی که تسلیمان می‌دادند و از قیدهایی که حبسمان می‌کردند. کشف حقیقت ما را خوشبخت نکرد چون حقیقت زیبا نیست و شایستگی آن را ندارد که با این همه شور و اشتیاق دنبال شود. حالا که به آن نگاه می‌کنیم حیرت می‌کنیم که چرا اینقدر برای یافتنش بی‌تاب بودیم، چون هر دلیلی برای وجود داشتن را از ما گرفته است، به جز لذت‌های لحظه‌ای و امید ناچیز فردا را. این وضعیتی است که علم و فلسفه برای ما به وجود آوردند. من که سالهای بسیار عاشق فلسفه بودم، حالا به خود زندگی برمیگردم و از شما به عنوان کسی که هم زندگی کرده و هم اندیشیده میخواهم کمکم کنید بفهمم. شاید نظر کسانی که زندگی کرده اند با نظر کسانی که فقط اندیشیده اند و در پی حیات فکری بوده اند فرق داشته باشد. خواهش میکنم لحظه یا لحظاتی از وقتتان را به من اختصاص بدهید و به من بگویید زندگی برای شما چه معنایی دارد. چه چیزی باعث می شود ناامید نشوید و همچنان ادامه بدهید؟ دین چه کمکی، اگر کمکی هست، به شما می کند؟ سرچشمه‌های الهام و انرژی شما چیست؟ هدف یا انگیزه کار و تلاشتان چیست؟ تسلی‌ها و خوشی‌هایتان را از کجا پیدا می کنید؟ و دست آخر گنجتان در کجا نهفته است؟ به اختصار بنویسید اگر الزامی در کار است. طولانی بنویسید اگر میسر است. چون هر کلمه از شما برای من گرانبهاست. ارادتمند شما، ویل دوراند. من این نامه را دقیقاً